سلام. ویدیوی دوم در خواستم در مورد رول مپ بک‌اند گپ کنم. در واقع خواستم در مورد بک‌اند گپ کنم. هر اول کلی بیجم ارتی کلا ارتی وزی آیتی چی شغلانه آیتی گلک شغل جور به جور های نتورک های کار خود سافر مرتبط با سافر گلک توشتانه هنه. خب ام فقط خواستم نوی پارتو فقط در مورد بک‌اند گپ کنیم. یه سی پس قبل گپ کنیم یه سری کار مربوط به سافر و کار مرتبط با سافر چه گپ کنیم در ادامه در مورد رول مپ خود بک‌اند دات نت بخصوص در واقع گپ کنیم. خب البته خود سافر اما حاضر گپ کنی سه تا شغل اصلیه خود سافر دیولپمنت. سه تا شغل اصلیه در واقع جواب اصلیه جواب دنج های آن گپ کنیم. یه سری های بک‌اند یا فرانت یا فول استک. خب بک‌اند چیه، فول استک چیه، فرانت چیه، فول استک چیه. در واقع نوازه هن ارته سایت آمازون پروداکت در خواستم بکرن آزان سولای بکرن لپتاپ بکرن کتشتر بکرن در واقع آینده هم صفحه داوی نونی صفحه پروداکت که انتخاب کنی البته سبب خریده من. خب با وی ظاهره ای که پروداکت نتا چه شکلی نشان بده دکمنت انجام دادنی هر اکد ذخیره بود بنا فرانس ظاهره پس سایت فرانس. از پر ساده دیجم آقا ای ساده نه. پس بنا فرانس انا خدا پروداکت بینه که هر درک وصف پروداکت بینه اگر نه پروداکت نه درک ذخیره اون اتران اویان درک ذخیره اون یا اگر ارتی فایل اک ذخیره بود یا ارتی دیتابیس اک ذخیره بود توش درک ذخیره بود. خب اما نجن هم درک ذخیره بود نجن دیتابیس که مستقیم اشن رو دیتابیس دیتا هرگرنی. خب هم گپ زمان بنویسین که از زمان وصل به دیتابیس. خب پس بنا کل کار باش دوا بک‌اند پس فرانت از ظاهره یه سری کارنا حالا فریم ورک تشت مختلف. خب بعد بک‌اند باش یعنی که دیتا از بخونه مثلا تا بررسی کرد کاربر تا حیات مثلا یوزر که یوزر لاگین بیه سیستم آمازون لاگین بیه بزن اصلا تو حیات تنی بشه ولید نمیگه کل بفکره. خب آدرسه ده چک که حالا انبار این محصول دکتر های یا تن بعد محصولی کری صد رابطه حقیقت واسه اونا کنه اونا کار کاره بک‌اندن فقط ظاهری کم در اینه. خب یه سری جوابان هر دو انجام دادن زمان هر دو که اپ ساپورت دکن انجام دادن. فما آدم بک‌اند بنویسیم بک‌اند گلک زمان زمان جاوا هست شارپ حتی شاید در واقع پایتون بنویسید کشت مختلفه تو فرانت گله فریم ورک هست کشتانه که یا بزنید سیسس بزنید فریم ورک مختلفه فریم ورک مختلفه نه مثلا ریاکت انگولار گله بدونه فول استک هر دو اگر بزنید مثلا دارد هر دو خواهی مثلا که انگلیسی بنویسید هم در واقع بک‌اند شده بنویسید مثلا که در واقع فرانت بنویسید. خب بکنید به سافر دیولپمنت پیشته دنی جواب دنی هست. خب مثل جوابان کار دیوپس اینه دیوپس هم چه تو اصلا نیست هوا یا مگه هر درک در واقع هر درک پیاده بود هر درک قرار بوده که اما شکلی نه بیرون بینه اون کل فراینده که چرا دیولپیت بوده فاصله منتقل و اون کنه اون کار دیوپس دو اگر نگه نحاسره تا یودانی نحاسره تا بلکن دو اگر تو مثلا شکلی تو مثلا اون چندی اخیر بس دیسکانت ها هاتی هست. خب اون دیسکانت ها که فشار پروت سیستم فشار پروت سیستم مگه نگهداری یا منابع سی پی یو رمه اونا که ازش کار خزانه دیوپس انجام دادن گره کار نگهداری انجام بدن کار سیاسی انجام بدن کار
کار زیست‌ساختی اپلیکیشن انجام بدن. در شرکت نیویورک نرم پر و موسیقی لازمه، نصاب دیتا لازمه، اختصاص بدن از نصاب دیتا لازم مانیتور بکن نصاب کتیه نه کتیه اصلا یادنی بسیط کتیه اونا کار دوابسی گفتم تو دیتایی که درگیری در ذخیره اوله یه سری کارونا جابانا همه قطعا دیتانو کار دکن مثلا تو شاپینگ در واقع بفکری تو کل پروداکت خریده پروداکت افروشی خلق افضل بفهم که کی ولته بیشترین خرید خریده کی ولته که این پروداکت کریه کی ولته مثلا کی آدم بیشترین در واقع دراگ داره بیشترین سود من کلا کرونی کلا بتونیم کی حوزه مثلا یه سری همه لپتاپ نازم حوزه که در واقع بیشتر فروش کنیم که مثلا شاپینگ بزنم یلا کسان بزرگشان هر اصلا بزرگشان بشه که بتونیم سری کامل انجام بدیم خب پس بنا کار بنا کار دیتانه اما جالب جواب مختلف حوزه دیتا فن یه سری دوا حوزه دونه ها حوزه موبایل باشه که موبایل دیولپمنت انجام مثلا iOS نیستی اندروید نیستی گوشی نداره اصلا الان کل در دونه هر که گوشی خیلی مثلا هر گوشی یا مثلا OS سیستم عامل یا اگر سامسونگ بود همون اندروید در واقع اگر اپل استفاده که iOS و سیستم عامل دونه داشته که اپلیکیشن صاحب بنا بنویسه اپلیکیشن زمانه خفه مثلا اندروید از زمان که زانم در واقع زمانه خفه بنویسه جابه که اشاره انتخاب بکنی خب من در مورد جابان گفت کنی بودنی مثل جابه بودنی نامی سافر داره کنم جابه دنی گفت کنم گلک جابه دنی های اصلا بخواد نگفت گلک توش جا کنم نکنم در واقع اصلا تا گپ کنم خب پس هم حالا در مورد جابان گپ کنی در مورد سافر دوم گپ کنی بودیم خب حالا آزاد تو بک‌اند و فرانت شد حالا خیلی ساده و بودم هم خیلی ساده بودم کشته که حالا که اینجا هنو جالب کشته فراتر کشته دنه سعی دکم در واقع بیشم خب من بک‌اند خوازی بزانی که تو که حالا خوازی خب من قسمت قبل گفتنی هم در خوازی اصلا بک‌اند یاد کنی خب اصلا بک‌اند یعنی رودمپ بک‌اند یعنی از هدف ما که دوره آموزشی صفر تا هر چقدر بگیم بک‌اند دات نت بشه خب پس در واقع خود اما پس هدف ما اصلا بک‌اند هستن بخواد بک‌اند کار کی یه سری مفاهیم یه سری کانسپت نتورک گپ بزنی اصلا در واقع بزنه دی ان اس چیه اچ تی پی چیه اچ تی پی اس چیه آی پی چیه مثلا فقط کل چیز دیدن اونا گپ بزنی در مورد خود سیستم عامل اون گپ بزنی مثلا اگه بخواد کارکی قطعا هر کی که آزاد کار کرد لپتاپ واقعا معمولا لپتاپ سیستم عامل اگه اصلا نصف اصلا دیفالت بکری معمولا سیستم عامل اگه اصلا او اس اگه اصلا نصف لینوکس یا ویندوز و در مورد لینوکس و مثلا چه گپ بزنیم مخصوصا لینوکس حالا پرتر هنجالا در مورد لینوکس پرتر گپ تکنیم پس لینوکس کنا گپ بزنید در مورد مفاهیم بزنید گپ بزنید چه کار کی دستوراتی بزنید اصلا سرویسی بزنید گپ توش دیدین در موردش بزنید یا زمانک بزنی پس نه که زمان مثلا زمان من زمان برنامه‌نویسی زمان پروگرامی گلک زمان هست سی شارپ های جاوا های پی اچ پی های گلک زمان هنا اما خب اصلا زمان سی شارپ داستان گپ کنید مثلا ویدیو قبل گپ کنید گفتم من مایکروسافت فریم ورک در به اسم دات نت کور گل زمان ها پشتیبانی که هم من خواستم اساسی شاب در واقع گپ کنید خب پس زمان اگر انتخاب کی در زمان در مورد سینتکت زمانه بزنی در مورد دیتا استراکچر بزنی مثلا فقط ساده نزن یک پرتر بزنی هر بفکر دیتا استراکچر چرا نظام چرا او پی پیاده که چرا که الگوریتمی چرا نظام
تشتی پر تشتی قای چرا کار دکم مفسره چیه نزانم گاربش کارکتره چیه در واقع تشتی مختلف آیدیه چیه نظام چرا دیپلوی دکی خیلی دوستان گرد در مورد خود زمان فقط ریسرچ مثلا زمان گرد بزن در مورد ورژن کنترل ها بزن ورژن کنترل چیه تماش مثلا از آغازم دیولوب دکم خب حواله میجی دیولوب دکم حواله میدنی جروب دکم 3 نفر دیولوب دکم و نه اتیکیک دیولوب دکم صفحه دیولوب دکم صفحه دیولوب صفحه نه هر دو گام مرجون ده عشان که کد خط دنا کپی پیست کنی هنه خط به خط تماش کنی خب مثلا بیاته صفحه 1 دیولوب کنم 2 3 دیولوب کنم و نه آغازنی تغییر بدین خیلی اگر صفحه مشخص باشه که با صفحه بین کپی کنید گفته سورس مختلف دونه خب اما اگر من صفحه یک دیولپ کنم حواله میشه صفحه یک دیولپ کنم وی تیک یک دیولپ کنم تیک یک دیولپ که هر جوونی کد تغییر کنم خیلی سخته خب نه اصلا نه مثل ابزار هست سورس کنترل تو مثلا دیولپ دکی مثلا یه روی دکی مثلا مثلا من بیان نیستیم یا مثلا ده بلیت من اشتباه کنم هم دو جاری وگه من نسخه سه رو قبل وگر من بی نسخه تغییر بدم ببینیم مثلا چه تغییرات دارم خب مثلا چیه که دیولپ کنم چه تغییرات دارم اشیا که ببینم به سورس کنترل ها بزن ورژن کنترل ها سورس کنترل ها بزنی که در واقع گیت جزء در واقع ورژن کنترل خیلی باشه خیلی ایدن هانا اما گیت الان دیگه جوکتیه ام ونا گیت سورس اجخه سورس بیت باکت گیت ها و گیت لب و تشتیدنش هده خب من فقط گفتم پس گر نتورک بزنی زمان انتخاب کی و در مورد گیت بناش بزنی در مورد دیتابیس چه دیتابیس گفتنی در داره که دیتا ذخیره دو مدل دیتابیس خانه الان خواستم فرق در مورد گپ کنم چون با بحث کر درج دوام گپ گپ کنم یه سری دیتابیس ریلیشنال هست و نان ریلیشنال اولا گرد در مورد اون بزنی اونا اصلا نازم بکن در مورد ریلیشنال اسکول سیور خانه در واقع مایسکل خانه اوراکل خانه گرد چه مختلف خانه در مورد نو اسکیل انرژی در واقع مونگو هنر ردیس و دوسته دنی در مورد ای پی آن گرد بزنی گرد ای پی آن چه مختلف ای پی خانه تا از دیتا بودم دیتابیس ذخیره آغاز دیتابیس خلقی اینا عشان که دیتابیس دیتابیس که خب که سری تو کانال انجام بدی وقت از که مثلا کمپانی الف مغازه اطلاعات کمپانی دو بگیرم از ای پی ای فعال اون زمان به چه زمانی نیست چه نیستی به اونم پروتکل به ساختار به چه کنه راحت اشک اما اون نباید چه نیست یعنی راحت اشک ای پی ای کار کنم از جیسون دادم یا از به کار دادم حالا غیر جیسون روش مختلف نشه در واقع کشته که در واقع دیتا دیاگراممون راحت اشک کار پس ای پی آی اگر بزنم ای پی آی مختلف شه یعنی در مورد وب سرور اگر بزنی در مورد دیپلوی دکی چه ابزار دیپلوی دکی آی اس اگر دات نت انجام میدی یا توش دیدین اگر اونا بزنید در مورد تست نویسی بزنی اصلا کلا اپلیکیشن بدون تست به معنیه مثلا اپلیکیشن که اصلا تست خوا انواع مختلف تست خانی تو توش دانستی اصلا توش تست ساده نیست تست چه نیست اصلا توش ساده نیست آزار رجیستر بکن آزار رجیستر بکن خب مثلا یوزر ثبت دیتابیس هر کار بکن خب اگر تو تست ننویسی مهم اپلیکیشن بدیدر شاید باگ خواهم موقع تست بنویسی بیش تست که اما تستان روش مختلف هم تو هشک مثلا حتی متد ساده بنویسی توش بیجم ویا به اضافه ویا بکن هشک به تست های تست بنویسی خب تست انواع مختلف هست مثلا در مورد داره گپ تکن در مورد کار دیوآپسی بزنیم گفتم دیوآپس کار فرض مثلا چرا دیپلوی بگی اصلا چه دیپلوی بگی داکر چیه کوبرنتیس اینا گفتن توشنا مفاهیم سی ای سی دی چه اونا گفتن توشنا بزنیم پس گل کانسپت هم چند تا کانسپت بود یه سری کانسپت ادوانس من چند آنیمه اما پرتش دیدن هم نخواستن پرت در واقع گپ کنیم و ویدیو درشتر با بود اما مثلا ادوانس هم مثلا
بخواد هر جلا گه ماکرو سرویس بزنی چیه پروژه مونولیت ماکرو بین مونولیت فرق ما بین مونولیت و ماکرو سرویس مونولیت ماژولار چیه خود ماکرو سرویس از چه چونی سالت ماکرو سرویس اخه ماکرو سرویس گلک پترن خواهد اصلا بخوازم گپ کن تا سواگه شکم در مورد پترن ها گپ کن آت پاکس ساگا های گلک در واقع پترن ها هست که گپ که در مورد مسیج بروکران گپ که در مورد اپلیکیشن هم انتو سرویس خانی سرویس مختلف در جوبجوی هم گپ کنده یا شاید مستقیم گپ کنم از ویدیو کال مثلا از اطلاعات پروداکت بکرم اصلا اخذم انبار کی کنم پروداکت اخذم کار پرداخت سرویس انجام داده اپلیکیشن انجام داده کار انبار کی کنه اپلیکیشن انجام کار دلیوری و کل چرخی که انجام داده خب اکشن جدا نه اونا گه چرا پی هفت گپ کن یا گه مستقیم از گپ کن مثلا پرداخت انجام داد مستقیم انبار کی کنه با اطلاعات درک ذخیره کن حتی چی انبار هر بی مثل در واقع بی پیغامی که بودی هم بخوینه و ادامه کار انجام بده خب سرویس بعدی ها فرنده مثلا چیه وسط پیغامون کامل در واقع مسیجان ذخیره دارن هم نیز مسیج بروکر ولی توشته پر رم که از این هم گپی نه مسیج بروکر روی تکاف داره توشته دنیا پس هم کلا خلاصه بجم چه گفتنی در مورد جاوا هم گفتنی در مورد در واقع یه سری موارد در واقع رول مپ مربوط به بک اند گپ کنن ان شاء الله ویدیو بعدی پرتر جلا دارم کیم در واقع داد دیجن پس من توش گفتم کلی هم آغازن خود داد گپ کنیم شاید کنی در واقع توشته مختلف دنش میشه دادت جدا ویدیو بعدی پرتر در مورد گپ دارم فعلا درخواست فقط در واقع کلی در مورد رول مپ کل در واقع رول مپ کل زمان گپ